میخوام بگم چی شد که من در یه ماه گذشته از حالت بقای خودم بیرون اومدم. 4 تا کار اصلی بود که ریز بود، آسون بود، ولی منو برگردون. از کجا؟ از نقطه‌ای که داشتم به خودکشی فکر می‌کردم. از نقطه‌ای که دیگه نمیتونستم کار کنم، عمل کردم رسیده بود به خیلی پایین و دقیقاً این حالت فریز روانی که اتفاق می‌افتاد رو داشتم تجربه می‌کردم و چی شد که به زندگی برگشتم. اولیش پازه، استاپه، استراحته. و بذار براتون این مفهوم رو یه ذره بشورم چون خیلی تحریف شده. استراحت بچه‌ها تفریح بین کارهامون نیست. مثلا با دوستان میرم بیرون بعد از سر کار نیست. زبان میخونم بعد بینش میشینم فیلم میبینم که استراحت کرده باشم نیست. استراحت یعنی نبود فعالیت مغزی. شما وقتی از سر کار میای با دوستات میری بیرون صرفا نوع فعالیت مغزی تو عوض کردی. یعنی چی؟ مغزت اونجا داشت کار میکرد، اینجام داره با دوستات کار میکنه. زبان میخونی بعد بینش رمانتو میخونی بعد مثلا میای فیلم میبینی. اوکی، اسم اون دوتای بعدی تفریحه، ولی اونجا مغزت داشت کار میکرد، اینجا مغزت داره کار میکنه، اینجا مغزت داره کار میکنه. پس کی استراحت میکنه؟ مغز عین گوشی میمونه که باید شارژ بشه و وقتی تو طولانی مدت اینو نمیزنی توی شارژ، دشارژ میشه و تو الان داری با یه گوشی دشارژ هی سعی میکنی کار بکنی، برای همینم هنگ میکنه. شما برای استراحت دادن به مغزتون به چی نیاز دارین؟ به هر چیزی که شبیه خوابه. خواب، چرت، مدیتیشنی که جملات انگیزشی خیلی خاصی نداره، تمرکز خیلی خاصی نمیخواد، یوگایی که سنگین نیست، فکر زیادی نمیخواد، یه چایی بخوری، نمیدونم درختا رو نگاه کنی، به چیزی فکر نکنی، خالی باشه مغزت، خالی باشه اون تایم. این میشه تایم استراحت. اگر سختتونه، اگر نمیتونین به خودتون یه روز کامل استراحت بدین، 2 روز کامل استراحت بدین، بکنینش 10 دقیقه. خیلی سرت شلوغه، خیلی داغونی، خیلی چیزا رو باید درست کنی، سرپرست خانواده یا چه میدونم دم آیلسی، بکنش 5 دقیقه، 1 دقیقه، روزی 1 دقیقه. زنگ بذار. یادم نمیمونه استراحت کنم یعنی چی؟ اوکی، اینا رو نداریم. اینو حل کن. هر چند کوچیک تایمایی باید باشه که شما استاپ میدین. وا بده. ساده ترش بخوام بکنم. شل کن. یه لحظه ول کن و بذار مغزت یه ذره فرو بنشینه. دومی، کاراتون رو دونه دونه انجام بدین. برای بچه هایی که واقعا میخوان پیشرفت کنن خیلی سخته که درک کنن. دارم خودم رو میگم خیلی سخته که درک کنن آقا من نمیتونم یهویی هم زبانم خوب بشه، هم هیکلم خوب بشه، هم رابطم خوب بشه، هم شغلم خوب بشه، هم یوتیوبم پیشرفت کنه، هم این درکش سخته برای ما. میدونین چرا؟ چون تو فضای مجازی هی آدمایی میبینیم که تو همه اینا خوبن. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، آدمایی که تو همه اینا خوبن یهویی تو همه اینا خوب نشدن. 6 سال سر یکی زمان گذاشته، 10 سال سر یکی دیگه زمان گذاشته، 6 ماه سر اون یکی مهارتش زمان گذاشته، هر کدوم تایم برد. اونی که الان پول داره و میلیونره و داره ویدیو میذاره 10 سال پیش چی نبوده. بنابراین دونه دونه برین سراغ کاراتون. امروز فقط به سلامتیت اهمیت بده. فردا فقط به رابطت فکر کن. میتونی حتی لیست کنی همه چیزایی که باید انجامشون بدی رو، بعد دونه دونه بری سراغش. سومی، کاراتون رو کوچیک کنین. کمالگراهای عزیز که مثل من زجر کشیدین توی این مسیر، من میدونم سخته، ولی وقتی به خودت قول میدی که 10 صفحه کتاب در روز بخونی، تو در واقع هیچ کتاب نمیخونی. پس بکنش یه خط، بکنش یه پاراگراف. کی میفهمیم این معیار درسته؟ من چجوری بفهمم که خب مثلا یه صفحه در روز دیگه کمالگرایانه نیست یا یه خط در روز کمالگرایانه نیست؟ واسه به هر آدمی فرق میکنه. چطور بفهمم کجا برای من مناسبه؟ و اینجا دیگه از کمالگرایی اومدم پایین. معیارش اینه بچه‌ها. دیدی که استرسی میاد سراغت اینجوری که از امروز من دیسیپلین دارم و 10 صفحه میخونم. این استرابه. این کمالگراییه. به خودت میگی که اوکی، من الان هدفمو کوچیک کردم، از امروز یه صفحه میخونم. این حس استرابه. اونجایی که به خودت میگه که این دیگه هیچی نیست، دیگه هر کسی انجام میده، من اینو انجام بدم شاهکار نزدم که، اون درسته. اگه یه خط هدف میذاری و این حسو پیدا میکنی، پس تو باید یه خط کتاب بخونی در روز. اگه توی کلمه به این میرسی، پس باید یه کلمه بخونی در روز. چهارمین نکته که خیلی مهمه، من نمیدونم چرا ما فراموش میکنیم گاهی، در ارتباطهای سالم با آدم‌هایی که به انرژیتون اضافه میکنن هر چند کوتاه قرار بگیرین. تماس 10 دقیقه‌ای با دوستت، یک همنشینی برای چای، فقط برین با یکی بشینین، با کسی که میدونین امنه، با کسی که حالتون رو خوب میکنه و از در دیوار حرف بزنین یا صحبت‌های عادی بکنین یا فقط بشینین، فرق نمیکنه. ارتباطاتی که به ما حس حمایت شدن، دیده شدن، فهمیده شدن میدن، تأثیر به شدت شگرفی روی دوپامین ما، سیستم عصبی ما و در واقع فروکش کردن اضطراب ما دارن. بچه‌ها ما اینو جدی نمیگیریم، ولی بخش زیادی از رشد فردی،
آروم شدن مغز شماست. شما با مغز ناآروم نمیتونی یاد بگیری، نمیتونی کار انجام بدی، نمیتونی پیشرفت کنی. حالتون خوب؟ شاید این ویدیو پارت 2 داشته باشه. اگر من نکته دیگه یادم بیاد، امیدوارم از این حالت بیاین بیرون که آدم رو واقعا میکشه. اگه باهاش دست و پنجه نرم کردین، نظری دارین، پایین کامنت کنین، کمک بشه به بقیه. این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین و اگه خواستین چنل رو چک کنین و سابسکرایب کنین. حالتون خوب؟ تا درودی دیگه. بدرود.